توی خیاطی مادگی شنیدی یعنی جا دکمه. بیاد که 0 و 100 رو بهت آموزش بدم. بهتر بدونی که توی پیراهنای مردونه جا دکمه سمت چپ لباس قرار میگیره، اما توی شومیز و مانتوهای خانوما برعکسه و جا دکمه رو سمت راست باید بزنید. اولین کاری که میکنید باید اندازه دکمه رو بگیرید. دکمه من اینجا 2 سانتی متره و من اندازه جا دکمه‌مو چند میل بیشتر از 2 سانتی متر میگیرم. و بعدش بالاترین نقطه‌ای که قرار دکمه قرار بگیره رو تعیین و مشخص میکنیم. و بعدش باید فاصله بین دکمه رو انتخاب کنیم که معمولا بین 6 تا 10 سانتی متر که بستگی به مدل و سایز دکمه هاتون داره. و بعد از اون علامتی که زدیم یکی در میون فاصله بین دکمه ها، اندازه جا دکمه، فاصله بین دکمه ها و بعد اندازه جا دکمه و بالا تا پایین همینجوری یکی در میون علامت میزنیم. درجه طول دوخت رو بین 0 و 1 و درجه تنظیم کشش نخ رو روی 3 میذاریم. چند نکته که باید اینجا رعایت کنید اینه که پایه جا دکمه رو گذاشتیم به سمت جلو هل میدیم و سوزن باید دقیقاً روبروی بالاترین نقطه جا دکمه باشه و پایه جا دکمه و قسمت دکمه خور لب به لب همدیگه قرار میگیرن. و بعد درجه انتخاب الگو رو روی یک جا دکمه میزنیم و شروع به دوخت میکنیم. به قسمت مشخص شده رسیدیم، روی 2 جا دکمه میزنیم. دوباره روی 3 جا دکمه میزنیم و برمیگردیم به بالا. توی پارچه های یکم ضخیم‌تر یکم نیاز به کمک و هل داره. و بعد دوباره برمیگردیم روی 4 و دکمه‌مون رو حسابی محکم میکنیم و اینم پایان کار. یه جا دکمه تمیز و عالی.